آتشی افروختند اندر میان، ناله می کردم بسانی مدبران. 100,000 شیر افسون می درید، 100,000 مار و گژدون می گزید. آب خوردم از حمیمش چون طعام، از زقومی دوزخش خوردم مدام. چون ز زرداب جحیمش شد طعام، زهر بود از مار و از گژدون مدام. 950 سال است این چنین گشته‌ام با اهل دوزخ همنشین. بود این جمله عذابی مخبرم، در قیامت تا چه آید بر سرم. وصف اوصافم شنیدی همچنان، حال من این است یا عیسی بدان. چون این آیت کرد قادر در برم، آمدی پیغمبری حق بر سرم. عیسی مریم برفت از هوش باز، چون به هوش آمد بگفت ای بی نیاز. در سجود افتاد عیسی در یقین، گفت آمنا و رب العالمین. هیچ مؤمن را به قهر خود مسوز، پرده ایمان را به لطف خود بدوز. زنده گردان بعد از آن این مرده را، می توانی زنده کردن مرده را. بس به فرمان خداوندی ودود، جمجمه را جان بیامد در وجود. روی او مانند ماهی آسمان، قد او مانند سروی روان. ریش او مانند ریش کهل بود، عقد دندانهاش در سهل بود. چشم خود بگشاد عیسی را بدید، وانگهی بر دست و پای او تپید. گفت یا عیسی چه گویم این زمان، کار من آخر چه باشد در جهان. گفت عیسی روی خود کن بر زمین، گوی آمنا و رب العالمین. جمجمه فی الحال ایمان آورید، گشت مومن دینی زا عیسی برگزید. در نماز و روزه بودی و مدام، در 40 روز اندکی خوردی طعام. مدتی در خدمت عیسی بودی، بعد عیسی هم بدان معنا بودی. 60 سال اندر رهی یزدان برفت، عاقبت با دین و با ایمان برفت. چون به وقتی مرگ آمد سالی او، قابض روح آمدی بر جان او. آب کوثر از بهشتش آورید، روح او با نور ایمان برکشید. جای گوری او بکندن آن زمان، گوی آن جایی که اول بودم. چون ورا در قبر بنهادند زود، گوری او مانند باغی گل فزود. منکر آمد با نکیرش گفت هم، تا چی داری این زمان از ترجمان. گفت حق دارم رسولی پاک دین، مؤمنم بر من نگیرید خشم و کین. نیستم چون بار اول این زمان، مؤمنم بر دین عیسی جاودان. گفت منکر با نکر ای مرد دین، خوش شدی من بر رب العالمین. در امانی حق امانی جاودان، خوش بیاسا در امانی در امان. جای گورش روزه گردید زود، حق تعالی نور در گورش فزود.
گر تو داری عقل این را پند گیر، پند از این بهتر نباشد دلپذیر. گر تو داری عقل این را پند گیر، پند از این بهتر نباشد دلپذیر.